امروز در کتابخانه ملی تاجیکستان با تشبث سفارت ایالات متحده آمریکا هفته تحصیل بین المللی برگزار گردید. در این چهارمین سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان برآمد کرده مینتداری خویش را از نام سفارت به اشتراکچیان ابراز نمود. از نام سفارت آمریکا برای اشتراک شما در معرکه امروزه اظهار مینتداری می‌نمایم. لطفاً در محفل مذکور نمایندگان مرکزهای آمریکایی، دانشگاه آسیای مرکزی، سفارت بریتانیا و چند تشکیلات و دانشگاه‌های خارجی اشتراک نموده هر یک از این مؤسسه‌ها به هوسمندان عاید به برنامه تعلیمی خود و امکانات‌های تحصیل در آنجا معلومات پیشنهاد کردند. لطفاً با همه تشکیلاتی در اینجا بوده شناس شوید و از اطلاعات و امکانیت‌های که در هفته تحصیل بین المللی پیشکش می‌شوند استفاده برید و همه شما برای کار در کسب انتخاب کرده آینده‌تان باری خوب تمنا می‌نمایم. من یکمین نمایش چنین در این نمایشگاه اشتراک میکنم که واقعا پرمعناتر، چون که ما دیدیم پیش از این چند لحظه پیش سفیر آمریکا در اینجا واقعا برآمد کردن، گفتن که یک امکانات خیلی خوب است که یعنی چنین نمایشگاه‌های در سطح عالی را یکمین بار یعنی در اینجا ما اشتراک کردیم. ذکر کردند به مورد است که محفل مذکور تا 22 نوامبر سال جاری ادامه می‌یابد.